بردی؟ شهر من بردی؟ این تصاویر یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین تصاویر مواجهه قاتل با اولیای دمه. زنی که عین سیر و سرکه داره میجوشه و زجه میزنه صحنه سربریدن پسرش رو دیده، اونم زنده از تلویزیون. اون فقط یه داغ ندیده، هم دخترشو کشتن هم پسرشو. دخترش که مادر 3 تا بچه بوده رو تو خواب کشتن و پسر جوونش که دنبال خواهرش رفته رو گرفتن، نشوندن جلوی دوربین و سر بریدن. مادر بیچاره بعد از اینکه روزها تو بیخبری از دختر و پسرش بوده یه تماسی دریافت میکنه که فردا شب فلان ساعت شبکه العربیه رو ببینید، پسرت اونجا برنامه داره و توی فیلم بازی کرده. مادر از همه جا بیخبر شامی درست میکنه و در و همسایه رو هم جمع میکنه تا فیلم پسرش رو ببینن، غافل از اینکه العربیه قرار صحنه سربریدن شهاب رو نشون بده. سلام رفقا، به کانال اعتراف خوش اومدید. شما بیننده و شنونده یه پرونده دیگه از سری ویدیوهای ما هستید. پرونده جنجالی و معروف قتل فائزه و شهاب منصوری. اگه به شنیدن پرونده های جنایی علاقمندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید کانال اعتراف رو از دست ندید. لطفاً عضویت تو کانال تلگرام رو هم فراموش نکنید، چون مستندات برخی ویدیوها که قابل نمایش تو یوتیوب نیست رو اونجا میذارم. پرونده فائزه و شهاب یکی از جنجالی ترین و پرحاشیه ترین پرونده های قتل در تاریخ ایرانه. ماجرای یه خانواده معمولی تو جنوب تهران که سرنوشتشون گره میخوره به معروف ترین اشرار جنوب شرق ایران، یعنی خانواده عبدالمالک ریگی. عبدالمالک یه مذهبی تندرو و بیکله بود که اسلحه دست گرفت، آدم دور خودش جمع کرد و سالها به باور خودش با جمهوری اسلامی جنگید. اون تو محدوده بین مرز ایران و پاکستان تردد میکرد و تو دوره‌ای که قدرت داشت اون مناطق رو به شدت ناامن کرده بود. ریگی مدعی بود همونطور که جمهوری اسلامی اونا رو میکشه اونا هم ابایی از کشتن ندارن و هر شخصی که یه ربطی به جمهوری اسلامی و حکومت شیعه داشته باشه رو میکشن. فارس بودن و شیعه مذهب بودن برای اونها به معنی دشمن تلقی میشد. حالا اینکه اون آدم یه آدم معمولی باشه یا منسوب جمهوری اسلامی براشون فرقی نمیکرد. به همین خاطر بیشتر از اینکه مقامات کله گنده یا کسایی رو بکشن که ضربه‌ای به حکومت بزنن، آدمای معمولی و بی‌دفاعو میکشتن. فائزه و شهاب هم یکی از همون 2 تا آدمای بیگناهی بودن که به دست برادران ریگی به فجیع ترین شکل ممکن کشته شدن. البته قتل این خواهر و برادر مثل بقیه اتفاقی نبود. فائزه عروس خانواده ریگیا بود و تو خونهشون زندگی میکرد و 3 تا بچه هم از برادر عبدالمالک داشت. برادر شهاب هم در نزدیکی فائزه زندگی میکرد که بتونه حواسش به خواهره باشه، اما هر دوشون پایان به شدت تلخ و شومی پیدا کردن. عبدالمالک ریگی شهاب رو سر برید و برادرش عبدالحمید، یعنی همونی که اول ویدیو تصاویر روبرو شدنش با مادر فائزه و شهابو دیدید، فائزه مادر 3 تا بچه‌شو تو خواب با شلیک گلوله کشت. برای روایت و بازگویی این جنایت باید ماجرا رو از جایی براتون بگم که سرنوشت این خواهر و برادر به خانواده ریگیا گره خورد. فائزه و شهاب پدر نداشتن. مادرشون هم وقتی اونا خیلی کوچیک بوده شوهر میکنه و اتفاقا شوهر مادر رابطه خیلی خوبی با شهاب و فائزه داشته. مادر شهاب و فائزه کارش این بوده که میرفته زاهدان، عطر و ادکلون و لوازم آرایشی و کرم و اینجور چیزا میآورده تهران و تو تهران میفروخته. تو یکی از همین سفرها هم عبدالحمید ریگی فائزه 13 ساله رو میبینه و چشمش پیش اون گیر میکنه. اونا داشتن تو بازار زاهدان راه میرفتن و خرید میکردن که یه نفر به فائزه یه متلکی میندازه و عبدالحمید خودشو میندازه وسط و طرف و کتک میزنن. اون موقع بیشتر از این اتفاقی نمیافته، اما چون عبدالحمید فروشنده بوده و مادر فائزه هم مشتریش بوده، یه جوری آدرسشو تو تهران پیدا میکنه و چند هفته بعد اون ماجرا به تنهایی میاد تهران و جلوی خونه فائزه میره و میگه اومده خواستگاری. اون زمان فائزه 13 سالش بود و مادرش راضی به این ازدواج نمیشه.
اما عبدالحمید انقدر میاد و میره تا اینکه بالاخره اونا رو راضی به این ازدواج میکنه و فائزه منصوری تو سن 14 سالگی عروس خونواده‌ای میشه که در آینده نزدیک قرار بود یکی از خطرناکترین و مخوفترین گروه‌های تروریستی ایران بشن. البته مادر فائزه تنها به یه شرط با این ازدواج موافقت میکنه و اونم این که از تهران بیرون نرن و برای زندگی یه جایی رو نزدیک خودشون بگیرن و همونجا ساکن بشن. همینطورم میشه. عبدالحمید یه مغازه‌ای رو تو تهران اجاره میکنه و جنس از زاهدان میاره و کاسبی رو شروع میکنه. اونا بیشتر از 1-2 سالم تو تهران زندگی میکنن. حتی بچه‌های اولشون که دوقلو بودن هم تو تهران به دنیا میان. اما بعد از به دنیا اومدن بچه‌ها عبدالحمید فائزه رو به بهانه اینکه میخواد ویزا براشون بگیره و ببرشون امریکا قانع میکنه که مدتی برن پاکستان تا از اونجا واسه همیشه برن آمریکا. مادر فائزه به این مسئله رضایت نمیده، اما شهاب داداش فائزه که عشق آمریکا بوده زیر پای مادرش میشینه و راضیش میکنه. حتی قرار میذارن شهابم به همراه خواهرش بره پاکستان و از اونجا عبدالحمید کاراشونو بکنه تا همگی با همدیگه برن امریکا. مصیبت ماجرا از همینجا شروع میشه. فائزه از وقتی میرسه پاکستان میفهمه همه چی دروغ بوده و خبری از آمریکا نیست. فائزه اونجاست که برای اولین بار به طور کامل با فعالیت‌های تروریستی ریگی آشنا میشه. تازه میفهمه اینا مبارزان مسلح و بیرحمین که با هیچ کی تعارف و شوخی ندارن. اون قصد برگشتن داره ولی دیگه قدرتشو نداره. فائزه رو توی خونه زندانی میکنن و حتی برادر شهاب هم نمیتونسته اونو ببینه. اون چند باری اقدام به فرار میکنه، حتی یه مرتبه مادر و دایی عبدالحمید هم بهش کمک میکنن که بچه‌هاشو ورداره و بره. ولی خب برادر اصل کاری یعنی عبدالمالک ریگی میفهمه و اجازه فرار نمیده. از اینجا به بعده که عبدالمالک با زن برادرش مشکل جدی پیدا میکنه و عبدالحمید رو سر این دوراهی ترسناک قرار میده که یا باید زنش رو انتخاب کنه یا خانواده‌شو. البته به این دلیل میگم ترسناک که منظور از دوراهی این نبوده که زنش رو طلاق بده یا همچین چیزی. عبدالمالک از برادرش میخواد که همسرش و مادر بچه‌هاشو بکشه و این ننگی که از خونه اونا نیست رو از خانواده پاک کنه. فکر کنم عبدالمالک ریگی رو همتون به خوبی بشناسید. با این حالی کوچولو در مورد عبدالمالک براتون میگم تا درک و نگاه بهتری پیدا کنید مشکل اساسی این آدم با فائزه منصوری و برادر شهاب چی بوده. عبدالمالک ریگی که اسم واقعیش عبدالمجید بود هیچ وقت مدرسه نرفت و تنها چند سالی توی یکی از حوزه‌های علمی سنی مذهب تو شهر کویته پاکستان درس خوند. اون از خانواده فقیر و مذهبی بود و به پشتوانه همون تفکرات مذهبی هم همزمان با آغاز جهاد طالبان به اونا پیوست و مدتی هم تو افغانستان موند. اما دوباره برگشت ایران و گروه جندالله رو تشکیل داد. عبدالمالک هدفش از شکل دادن جندالله رو دفاع از حقوق مردم بلوچ و اهل سنت در مقابل حکومت مرکزی ایران عنوان کرد. حتی قبل از اینکه مبارزه مسلحانش با حکومت رو شروع کنه سراغ خیلی از علمای اهل سنت رفت تا حمایت اونا رو هم بگیرن، اما خیلی جدیش نگرفتن. با این حال درگیری‌های مسلحانه جندالله در منطقه بلوچستان با نیروهای سپاه شروع شد و جسته گریخته ادامه داشت تا اینکه شب عملیات تاسوکی رسید. عملیاتی که اعلان جنگ رسمی جندالله به حکومت بود. در ویدئویی که دقایقی قبل از عملیات تاسوکی ضبط شده با اینکه عبدالمالک میگه از کشتن ابایی نداره، اما مسئولیت همه این ترورا و کشتنا و ناامنیا رو متوجه سپاه میدونه که میگه اونا آتش کینه و دشمنی با مردم بلوچ رو روشن کردن و اونها هم در عوضش میخوان جون عده‌ای بیگناه رو که در طرف حکومت قرار دارن بگیرن. با دولت صحبت کردیم و صحبت‌های زیادی داشتیم. ما گفتیم که ببین ما با هم دیگه درگیر هستیم و جنگ هستیم و این مسئله مشکلات ملی و مذهبی ما اهل سنت و بلوچ است. در بلوچستان ما مشکلات داریم ولی ما درگیر با شما هستیم، درگیر با افرادی که صاحب قدرت هستن، حکومت هستن، سلاح هستن، وسایل هستن. در این درمیان افرادی هستن از ما که هم بی‌طرفن، مردم عوام بلوچ، و شما هم یک گروهی دارید افراد مثلا بیگناه شیعه یا فارس که در منطقه هستن. یعنی همونطور که ما مردم بی‌طرف داریم شما مردم بی‌طرف دارید و ما تا زمانی که شما به مردم بی‌طرف ما تجاوز نکنید ما با مردم شما کاری نداریم. شما هر جا ما را دیدید بزنید برای شما مبارک، هر جا ما شما را دیدیم میزنیم برای ما مبارک. این مشکلی نیست.
ولی مردم هایی که در این میان هستن با این مردم ها نباید کسی کار داشته باشه. ولی دولت جمهوری بظاهر اسلامی این عهد را شکسته و چند نفر از جوانان را چند هفته قبل 3 نفر از طایفه نوتیزایی را شهید کردن تو شهر زادان بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی. 3 نفر از طایفه شهباش را چند ماه قبل شهید کرده بودن و چند روز قبل هم اینجا کولسنگی 4 نفر از بنزین کشا گزال کشا را زدن شهید کردن و همچنین به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله توهین کردن در کتابخانه نمایشگاه کتاب در خیابان دانشگاه و این مسائل. و ما وقتی صحبت کردیم که این کارها به نفع منطقه و به نفع جامعه نیست، شما با مردم عوام خودتون رو نگیرید، شما رو مردم فشار نیارید، ولی اونا این عهدشکنی را کردن و ما هم الان میخوایم این درس به اونا بدیم که اونا بدونن اگر از این به بعد این کار را کردن و دست به چنین جنایت‌هایی زدن، ما هم میتونیم این کار را بکنیم و مسئول این عملیات و مسئول این کشتار و این فاجعه که امشب میخواد اینجا رخ بده خود جمهوری اسلامیه، خود مامورین وزارت اطلاعات هستن، مامورین سپاه هستن، مامورین نیروی انتظامی هستن. همون کسانی که سبب شدن مردم ما بیگناه کشته بشن، اونا مسئول خون این افراد هستن که امشب اینجا کشته میشن. دقایقی بعد از ضبط این ویدیو فاجعه تاسوکی رخ داد، عملیاتی که ابعاد جهانی پیدا کرد و یه جورایی حکومت ایران رو در موضع ضعف قرار داد. ساعت حدود 9 شب 25 اسفند ماه سال 84 بود که اعضای جندالله این عملیات تروریستی رو اجرا کردند. اونا با پوشش نیروی انتظامی تو جاده زابل به زاهدان ایست بازرسی گذاشتن. وجود ایست بازرسی‌های زیاد تو اون منطقه خیلی معموله، همین الانش هم معموله. جاده رو هم به طور کامل مسدود نکرده بودن که شک برانگیز نباشه. ماشینا رو تک به تک متوقف میکردن و دنبال کسایی بودن که اون روز تو مراسم یادواره شهدای زابل شرکت کرده بودن و در نهایت با متوقف کردن یه اتوبوس و تعداد زیادی سواری شخصی بیشتر از 30 نفر رو از ماشینا پیاده کردن و به محلی تو 200 متری جاده اصلی بردن. ابتدا زنها و بچه‌ها رو جدا کردن از بقیه و فرستادن برن و در نهایت مابقی رو کلاً به رگبار بستن. تو این عملیات 23 نفر کشته شدن که خیلی هاشون دانش آموز بودن یا سرباز وظیفه یا کارمندای رده پایین دولت. 7 نفر درجه دار و کارمند رو هم به گروگان گرفتن که یه نفرشون در طول اسارت کشته شد و مابقی رو هم طی 6 ماه به مرور آزاد کردن. دیگه بعد از انجام عملیات تاسوکی برای عبدالمالک ریگی منتسب بودن یه فرد به حکومت یا نیروهای انتظامی ملاک کشت و کشتار نبود. همین که یه نفر فارس و شیعه باشه طبیعی بود که از نظر اونا کشتنش و ریختن خونش حلال باشه. حالا با چنین نگاه و ایده یه زن داشت تو خونشون زندگی میکرد که هم فارس بود هم شیعه. واسه همین دستور داد به برادرش که باید زنشو بکشه. شوهر فائزه با اینکه زنشو دوست داشت و میلی هم به کشتن اون نداشت، اما در مقابل عبدالمالک بی اختیار بود و یه جورایی زورش به این برادر پرقدرت نمیرسید. فائزه و شهاب هر دو تو پاکستان بودن ولی ارتباطی با هم نداشتن و تنها یه وقتایی میتونستن تلفنی حرف بزنن. عبدالحمید فائزه رو زندانی کرده بود و این اواخر حتی اجازه تماس تلفنی هم بهش نمیداد. به شهاب هم یه مغازه کوچیک تو کراچی داده بودن تا کاسبی کنه واسه خودش. فائزه به هر سختی بوده از خونه میاد بیرون و میره بازار و یه تلفن پیدا میکنه و بالاخره به شهاب خبر میده. اون میگه هم جون خودش در خطره و هم جون شهاب. البته تنها خواسته فائزه از شهاب اینه که جون خودشو نجات بده و فرار بکنه، کاری با اون نداشته باشه. شهابم میدونه زورش به خانواده مسلح ریگی نمیرسه و نمیتونه خواهرش فائزه رو نجات بده. به همین دلیل دنبال یه راهی میفته که بتونه از یکی کمک بگیره و فائزه رو بکشه از اون خونه بیرون. اون غافل از اینکه ریگی‌ها زیر نظر دارنش قصد میکنه بره سفارت ایران تو پاکستان و از اونا کمک بخواد تا خواهرش رو از اسارت عبدالمالک نجات بده. اما تو چند قدمی سفارت آدمای عبدالمالک میگیرن و میکننش تو ماشین و میبرنش. فاجعه از اینجا به بعده که رخ میده. شهابو میگیرن و میبرن به یه نقطه پرت پیش عبدالمالک. خود عبدالمالک هم با مادر شهاب تماس میگیره و خیلی معمولی میگه شهاب حالش خوبه و حتی میگه یه کاری تو تلویزیون براش پیدا کردن و فردا شب قرار فیلمش پخش بشه. مادر شهاب و ناپدری و دوست و آشنا رأس ساعتی که عبدالمالک گفته بوده میشینن جلوی تلویزیون تا شهابو ببینن. اما عبدالمالک ریگی نقشه شومی در سر داشته. به دستور عبدالمالک شهاب رو میارن جلوی دوربین شبکه تلویزیونی العربیه.
ابتدا بیانیه جندالله رو میخونن که به تلافی اینکه جمهوری اسلامی کسای زیادی ازشون کشته میخوان این پسره رو سر ببرن. تهدید ترسناکی که دقایقی بعد عملیش میکنن و مادر شهاب صحنه سربریدن پسرش رو به صورت زنده از تلویزیون میبینه. همه این فاجعه رو میبینن جز خود فائزه. فائزه زندانی بوده، نه به تلفن دسترسی داشته نه تلویزیون، اما بالاخره از تو همون خونه یکی خبر رو بهش میرسونه و میفهمه شهابو سر بریدن. بعد از اونه که دیگه هیچ رقمه با شوهرش صاف نمیشه و اونجاست که عبدالحمید تصمیم به قتل فائزه میگیره و مدتی بعد از قتل شهاب به دست عبدالمالک یه شب هم عبدالحمید همسر و مادر بچه‌هاش یعنی فائزه منصوری رو تو خواب با شلیک گلوله میکشه. مدتی بعد هم ابتدا عبدالحمید و بعد عبدالمالک دستگیر و با فهرست بلند بالایی از جرایم محاکمه میشن که قتل شهاب و فائزه تنها یکی از موارد و بنداش بوده. با اینکه مقامات ایرانی مدعی شدن هر دو نفر رو خودشون گرفتن، اما به واقع یه توافقی با پاکستان میکنن و یه امتیازاتی به پاکستان میدن و دولت پاکستان هم این دو برادر رو در مرز میگیره و به ایران تحویل میده. حتی اون ماجرای شکار عبدالمالک ریگی در آسمان هم صرفاً یه نمایش بوده و هر دو نفر رو پاکستان گرفته و داده ایران. این مسئله رو شبکه خبری الجزیره هم تأکید کرده و به نقل از خبرنگارش تو اسلام آباد پاکستان گزارش داده که عبدالمالک ریگی توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده و به مقامات ایرانی تحویل داده شده. حتی سفیر وقت پاکستان تو تهران هم بدون هیچ توضیح بیشتری گفته که دستگیری ریگی بدون همکاری پاکستان ممکن نبوده. علی ای حال دادگاه این دو برادر به سرعت برگزار شد و هر دو نفر هم محاربه گرفتن و به اعدام محکوم شدن. 3 خرداد ماه سال 89 عبدالحمید یعنی شوهر و قاتل فائزه تو زندان مرکزی زاهدان اعدام شد و 27 روز بعدش یعنی 30 خرداد همون سال هم عبدالمالک قاتل شهاب تو زندان ابی اعدام شد. با اجرای این دو حکم اعدام عملاً پرونده شهاب و فائزه منصوری هم مختومه شد. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدید با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.